سال 2019 سال خیلی خوب بود برای من در چندین مسابقه اشتراک کردم. در گران پری انتالیا دولت ترکیه سزاوار مدال برنجی گشتم. در چمپیونات آسیا که در دولت ایالات متحده عرب برگزار گردید در شهر فجیره، من در آنجا اشتراک کرده سزاوار مدال نقره گشتم. سال 2019 رو با چند دستاوردها گسل کرده از شاگردانش که شمارهشان به‌آخر است کوشش میکنند و مثل استادشان جهان پهلوان کامرانشاهی استاپیریون با تهمتنی خود پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداشته با صدای سرود ملی تاجیکستانی صاحب استقلال افتخار کنند. آخری سال باشد در ماه دکمبر در مسابقه استارگان جودو که 30 نفر بهترین های دنیا، کسی که در فهرست جهانی در ریتینگ جهانی تاپ 30 بود، در آنجا اشتراک کردم. من در پنجگانه ها شامل شدم و 648 خالی المپی را به دست آوردم. هر اصول و پرتافت سر کتف و با چالاکی خود افتاندن رقیب به تخت پشت و دیگر عملها را در این تالار برایشان جهان پهلوان می‌آموزاند و شاگردانش باشد هر اصول را به زودی از خود می‌کنند. کار میکنم 5 بار مدال میکنم و هر بار رسان میکنم 1 2 3 4 پنجم میبرم پوچکم 1 دست میبردارم 2 میشینم. باید قید نمود که تالار مذکور کامرانشاه و پدرش با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با سپارش اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم ایهام علی رحمان ساخته به استفاده دادند تا نورسان و جوانان ولایت سوخت بیشتر به ورزش مشغول باشند. تالار تامین با همه شرایطها برای مشق و آب و تاب بدن. به گفته پدر و استاد کامرانشاه استاپیر استاپیریون تالار جوابگوی طلبات استاندارد جهانی بوده برای قبول نورسان و جوانان آماده می باشد. فقط همین است. ناموس کنم، مشق کنم، دیگر من دعوت میکنم. اینچنین من مثال میخواستم که و مردم خصوصا شهر خوجان مراجعت میکردم که این تال در مرکز ولایت که اساسا جوانان در دانشگاه های ولایت که زیاده از 7 دانشگاه هست میخوانند و تالارها بررسی بیایند. مردم تجاری خوجان فرزندان خود از نزد تلویزیون دورتر کردن که بیاین مشق کنند، چون که آینده این وطن در دست همین جوانان است. این زمان در تالار مذکور در 3 بست به شاگردان که شمارهشون بیشتر از 100 نفر می باشد استادان ورزیده این بخش ورزش تهمتنی آموخته به مسابقه های شهری و ولایت جمهوری و آسیایی آماده می کنند که بعداً به جهانی کشاد ورزش راه خط می گیرند. خود کامرانشاه برابر شاگردان مشق می کند و می گوید که بعضا مورد حتی از شاگردان چیزی می آموزم، زیرا ورزش آنگونه است که اگر یک روز مشغول مشق نشوی گفتن ممکن است که الکی 2 قدم به عقب مانده و در این مدت ارگانیسم موشک‌ها و چالاکی رگ و پیوندها قابلیت خود را عوض می کنند. با گفته کامرانشاه 2019 برایش سال خوب بود، اما سال 2020 باشد بیشتر از او قوت و چالاکی را طلب می کند، زیرا در این سال المپیاد جهانی برگزار می گردد که باید خوب آماده باشد. سال 2020 از همه سال مهمترین برای همه ورزشکاران است که سال المپیاد است. بازی تابستانی المپی که در شهر توکیو برگزار می‌گردد. زمانی ثبت گزارش کامرانشاه بسیار سراسیمه بود، زیرا در این 3 ماه اول سال روان آخرین مشق در این تالار بود. با گفته استادش باید خود همین روز به دوشنبه و از پایتخت به افسوسیا سفر کند. ما فردا سفر داریم به مشق‌های دست جمعی شهر زالزبورگ دولت افسوسیا. بعداً در آخر ماه در مسابقه گران پری تل آویو دولت اسرائیل و در فوریه باشد 2 گراند سلم باششلم که در فرانسه و آلمان برگزار می‌گردد.
ба онҷо сафар хоҳем кард. бояд гуфт ки устодони ин толори варзишӣ аллакай аз моҳи январ қабули наврасону ҷавононро барои машқ кардан ба ин намуди варзиш қабул карда истоданд. ҳар нафар падару модаре ки мехоҳад ки фарзандонашон дар ҳамин толор бо чусту чолокӣ машғул бошанд, албатта метавонанд муроҷиат карда бошанд ки дар толор ҳама шароитҳо барояшон муҳайё карда шудааст. дар анҷоми гузориш ба ин ҷаҳонпаҳлавони тоҷики азми сафар ба дигар давлатҳо барои омодагӣ ба олимпиадаи ҷаҳонӣ дорад. барори комёбӣ ва муваффақиятро таманно дорем. кӯшиш мекунем ки имсол соли олимпия аст. дар ин мусобиқаҳо холҳои зарурро гирифта рӯйхати бозии олимпиро ва дар бозии олимпӣ парчамбардори миллати худ бошем. гузориши Қудратло Раҳматлоев, Бароҷон Шерматов, Паёми Рӯз.